سرول رئیس شورای کهنسالان حرکت جمعیتی وحدت ملی و احیای تاجیکستان در جمهوری غیب الله افضلov، معاون رئیس ولایت فیروزه شریفی و دیگر مهمانان از قسم نظامی 45989 کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان واقع در ناحیه وخش دیده نموده از فعالیت کنونی این قسم نظامی و شرایط افسران و سربازان از نزدیک شناس شدند. در قسم حربی مذکور مهمانان نخست از حجره ملاقات سربازان با والدین، از جای خواب، سرتراشخانه، کتابخانه، حمام، آشپزخانه، ذخیره مواد غذایی از قبیل محصولات لوبیادانگی، خشک میوه، انبار نگهداری محصولات برای خوراکه، نانپزخانه، نقطه خدمت رسانی طبی دیدن نموده تاکید داشتند که امروز تمام شرایط بهره خدمت صادقانه به خلق و وطن در تمام قسم‌های نظامی مهیا میباشد. سپس مهمانان و رهبریت ناحیه با سربازان واخوری دایر نمودند. رئیس ناحیه وخش قربانعلی یوسفوف یادآور گردید که در دوران صاحب استقلالی کشور نقش ارتش ملی در تحکیم صلح و ثبات جاودانه کشور نیک ارزیابی می‌گردد. رئیس شورای کهنسالان حرکت جمعیتی وحدت ملی و احیای تاجیکستان در جمهوری غیب الله افضلov ضمن واخوری به افسران و سربازان این قسم نظامی تاکید نمودند که خدمت به وطن وظیفه هر یک جوانمرد به ننگ و ناموس بوده. تامین آرامی، آسودگی، یکپارچگی کشور از فعالیت کنونی قسم‌های نظامی در مجموع قوه‌های مسلح جمهوری سخت وابستگی دارد. در این مکتب مردانگی و شجاعتمندی جوانان تربیت گرفته همچون حامیان وطن به کمال میرسند. معاون رئیس ولایت بابت استقلالیت کامل کشور، وحدت و صلح و ثبات که آن ثمره زحمت‌های پیوسته سرور دولت میباشد، ابراز اندیشه نموده سربازان و افسران را دعوت نمود که تحت سیاست خردمندانه پیشوای ملت متحد گردیده بهر فردای درخشان کشور جهد و تلاش نماییم. امروز ما طبق نقشه چهارره‌بینی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه را با استقبال 28مین سالگرد قوای مسلح جنوبی تاجیکستان و پدر و مادران آنها را با قسم نظامی 45989 کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجانی نزد حکومت جنوبی تاجیکستان حضور داشتیم و اینچنین مقصد برگزاری چهارره‌بینی ما در آن است که جمع نمودن جوانان با قوای مسلح جمهوری تاجیکستان و اینچنین در رویهای آنها بیدار نمودن حس وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی میباشد. دیگر اشتراکداران ضمن برآمد یادآور گردیدند که جوانان وطنخواه و وطنپرور باید زیرکی سیاسی را از دست نداده همچون سپری با اعتماد وطن در تحکیم آرامی و آسودگی کشور خویش سهم مناسب خود را گذارند. قسم نظامی ما از جهت شرایط در سطح بلند است، همه شرایط مهیا است. از جهت سر لباس، جای خواب، خورد و خوراک ما را تنها میباید که خدمت صافدلانه، صادقانه و جسورانه خدمت را پیشه کنیم. من از جوانانی که در بیرون میگردند خواهش میکنم که اومده به صف قوای مسلح جمهوری داخل شوند، چون که حمایت مرز و بوم دولت خود برای هر یک جوان و جوانمرد جمهوری تاجیکستان این قرض و شرف میباشد. من مینداری خود را از نام همه سربازان جمهوری تاجیکستان به اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان جنرال ارتش محترم امالی رحمان میرسانم که بسیار غمخواری را نسبت ما سربازان میکند و در هر برآمدش تاکید میکند که سربازان این سپر دولت ما میباشند. مهمانان کتاب‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را به کتابخانه این قسم نظامی تحفه نموده، رهبریت ناحیه تصمیم گرفتند که شماره زیادی کتاب‌های تازه نشر را خریداری کرده پیشکش افسران و سربازان می‌نمایند. در این واخوری پدر و مادران، خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شرکت نموده از شرایط سربازان در این قسم نظامی شناس شدند. کارمندان بخش فرهنگی ناحیه با سرود و ترانه‌های وطنداری مادر تاجیکستان که به استقبال 28مین سالگرد تأسیس یابی قوه‌های مسلح جمهوری مرتب گردیده را پیشکش اشتراکداران نمودند.